بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل از صحبت گفتنی هستم که خداوند اسلام و مسلمانان را در کره زمین پیروز بگرداند و نگهبان باشد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في المشارق الارض ومغاربها. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فخذل من خذل دین محمد صلی الله علیه و سلم. و بعد، دوستان گرامی قدر، موضوع امروزه ما در باره حدیثی است که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم نشانه مؤمن را بیان میکند که مؤمن در برابر برادر خود، خواهر خود چه وظیفه را دارست و چه صفتهای را مؤمن باید بر خود کسب کند، داشته باشد که در پهلوی برادر خود و خواهر خود قرار بگیرد. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که نعمان ابن بشیر روایت میکند میفرماید: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث گوهربارشان میفرمایند که مؤمنان در دوستی و در مهربانی و در همکاری با یکدیگر مانند یک جسدند. اگر نقطه از این جسد جراحت بردارد، در نقطه از این جسد اگر دردی باشد، تمام جسد بیقرار میگردد و در او تب دیده می شود. دوستان گرامی قدر، این حدیث گوهربار برای ما چی را میفهماند و صفتهای مؤمن را جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان می‌دارند. ببینیم که یکی از صفتها این است که مسلمان باید برای مسلمان دوست باشد. دوستی او به خاطر خداوند باشد و نه به خاطر ریا. و امروزها که می‌بینیم ما در گوشه و کنار عالم که برای مسلمان‌ها ظلم‌ها هست و خاصتاً در فلسطین که امروز تجاوزگران یهودیان بیرحم که آمده خانه اینها را غصب کردند و در خانه خود مردم فلسطین باز آنها را بیرحمانه به قتل میرسانند. نه بر کودک رحم دارند، نه بر کلانسال، نه بر زن. و وظیفه یک مسلمان در این حالتها، در این ساعت حساسیت چی باید باشد؟ اگر دوستی ما در حقیقت که چنانه که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان داشتند به خاطر خدا باشد، ما باید مانند همون جسد باشیم، بدنی که اگر دردی که در اونجا هست باید که در خود اون درد را حس کنیم و هر چی که توان داریم برای این برادران خود، برای خواهران خود کمک خود را برسانیم. و از همه کمترین کمک من و شماست که شبها و هر ساعتی که می توانیم برای این مردم مظلوم فلسطین دعا کنیم که خداوند از زیر این ظلم و ستم آنها را بیرون کند. و دیگر صفت مؤمن را که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان کردن مهربانی است. و می‌بینیم که آیت قرآن هم اشاره به این میکند که صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی سختگیر بودند با اهل کفر و در بین خود مؤمن ها، مسلمان ها با رحم بودند. اگر که ما در خود رحم را میبینیم، حتما که باید رحم ما برای تمام برادران و خواهرانی که در هر گوشه و کنار دنیا هستند از مسلمان ها، باید این قلب ما رحم و مهربانی داشته باشد و در حق آنها حتما که دعای خود را برسانیم. و وظیفه دیگر که اگر نفر اهل علم است، اهل علما، باید که با پیام خود، با امر معروف خود برای این ملت مظلوم سهم خود را بگذارند. و دیگر این که همکاری برای در بین یکدیگر، در بین مسلمان ها باید که دیده شود. و این حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما یک پارچگی را نشان میدهد. و حکیم سعدی شیرازی هم یک شعر دارند که نزدیک به معنای این حدیث جناب پیامبر است که میفرمایند: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهن آدمی. و سعدی شیرازی هم که در این بیتهای خود
یعنی به معنا نزدیک به معنای این حدیث سروده اند که هر یک مسلمان باید مانند یک عضو باشیم، مانند یک جسم باشیم که اگر درد از برادر خود، خواهر خود را در گوشه و کنار دنیا دیدیم باید که بیقرار باشیم. دوستان گرامی، در آخر هم گفتنی هستم که دعاهای خود را دریغ نداریم، حتی در شبها در تهجدهای خود دعا کنیم، نماز بگذاریم و کسانی که می توانیم روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیریم و برای این ملت مظلوم فلسطین دعای خود را دریغ نداریم. خداوند از بالای این ملت این ظلم را برداشته بگرداند و مسلمان ها را در گوشه و کنار عالم سربلند بگرداند. والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.